سلام علیکم برادران. با شرف رمضان و آمد مبارک. برادران همین سیتوات صدقه دیدم. عزیزان به امام گیره یاردم کنید. مادرم دکان طرف از بین نگاه. نکیرتش پنجاه گفتم من خودم با بچه پروردگار سوکسم و بلای دیکان و برم. برای عزیز نگاه کنین عین حال ما قرار داریم در جمعه شفا فرما چخیلی که دیدستین این بانک‌ها برای خون گرفتن است. اگر که داشته باشین در خونه‌تون یا که اگر جای داشته باشین که بگیرین بخرین که اگر که نخواهین خریدن میایین در همین جا خدشان میفروشش مقصد میخرین فیتابوچکا دوش مساج به پول تا عید رمضان هم میتونین که شما انی بیاین قطعی دگرا تبگی بیاین صغیره کلام کدگیم خدا دستاری پیریم با صغیره وانم نکنم بچه هم یک بچه دارم من یک بچه دارم ای حواس من بچه بزن. السلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که خوب هستین، سوق سلامت هستین. برادرای عزیز خواهش میکنم از شما انا نوورا دکانسا تماشا کنیم برادر جانو لایک و کامنتاری خودتون بگذاریم. برادرای عزیز اومدی عید رمضان خیلی همتون تبریک میکنیم برادر جانو. نگاه کنین ده برادرای عزیز خواهش میکنم همین نوورا دکانسا تماشا کنین. ای حال همین مادر خبردار شین، ای حال همین دودر خبردار شین. همین دودر خدمون انا چمپیون مدسته برادر عزیز. خیر که مصیبت به سر همه میویه. در تلگرام هم میمونم برادر عزیز چخیل همی دودر آواریا کگه چخیل همی اونا برادرش مردگی مثال ماشین هم زدگی غپا استراشنی بده برادر عزیز. یعنی که ما در چی موندن نمیتونم، در یوتیوب موندن نمیشه برادر عزیز. وقتی که در یوتیوب که بمونیش ممکن است اوجا استراشنی بد زاگیان. خب برادر عزیز شما یعنی که مرا میگین حرامخور، شما مرا میگین که از ایش میخری و از اوش میخری. برای مدت تهمت که ایستان در حقمون ما همین قدر میگم که برادر عزیز حسبنا الله نعم الوکیل. الله مهربان امروز صبرمون به تخدا دوام میکنیم که صبرمون تا اول دیمش که ما اینا میگم تون که برادر عزیز همین قدر تهمت که ایستان همین قدر گپ چپ کردستان الله لعنت کنه همون شخص را که از همین خیلی نیازمندو یا سوم طلب کنه یا که سوم بخره یا که نمیدونم یگون فنده فریبشون کنه. من از اون شخصیتو نیستم برادر عزیز. در همین قدر تهمت در همین قدر بلوی ما همین گپ چپ اومد یک مرد بچه یوف نشید که بیاین خیلی بشینه بگه که برادر بیا اینجا ما دکازاتت میکنیم که تو حرام خوری. یعنی که الحمدلله هستم برادرایی که ما حرمتشون میکنیم احترامشون میکنیم شکرانه پروردگار هستن. همین خیلی برادرها ما را باورمون میکنن. شخصانت که باور نمیکنین شخصانت که باور ندارین نه کامنتی بد بنویسونین نه دشنو معقولت کنین نه لایک بمون نه هیچی پروستا ببرو برادر عزیز. برای که همین دوداری که دیده سنش همین به حد وضعیتش بده. خواهش میکنم از شما برادرای عزیز کدامی که زورتون میرسد چنی زور از قوت به توانایی یاردمش کنین دستگیریش کنین. یعنی نمره کارتایخچه نمره تلفن از خودشون از مادرش زنگ بزنین مادرش جواب میگه برادر عزیز. دیگه ما برادر عزیز نمیدونم چی بگم، ما راسیگه بگم دیگه نمیدونم چی تون بگم. به خاطر که به رحمت بسیاری بد شدگین دشمن حقارت میکنین. شما فکر نکنین که با دشمن حقارتون دیلی ما را میشکنین یا که ما واپشه یوتیوب باس میکنم میبرم میرم. نه برات ما را موتیواسیون میده که ما شما را باید بشکنم ببرم برم. انا می دشمن میکاگیو فراموش نکنین. یقین بدونین که روز قیامت روز محشر ما از شما پرسون میکنم برادر عزیز که برای چی مرا دشمن مغفرت کنین نزد پروردگار ده ان شاء الله به اذن الله. شما فراموش نکنین دنیا بیسوی باید ملائکه دست راست از دست چپ هست برادر عزیز. هر گناهی بد میکنی مینویسونش، هر گناهی خوب میکنی مینویسونش. برای هم شما وحشه خیلی خیال نکنین که دنیا بیسوی باید. الله مهربان دوزخت آفریده بهشت هم آفریده است.
برای هم قدر شما ویبر کنین شخصانی که دشنام حقورت میکنین بیرحمانه بیوجدانه فرزند حقورت میکنین سبحان الله نمیدونم ما هم نمیگم ما تیلویی ما گوارم ای عثمانم اگه خود که ما نمیدونم نگم چیم ما نمیشود در حالتی که بچه دشمنم حقارت ها یک نمود دشمنو میکنین خیلی دشمنم ما هنی میکنم نه به این درجه بد در کار نیست برادر عزیز به این درجه بد در کار نیست از خدا بترسین هم خاطر میگم از خدا بترسین ویدیو را در کنسل تماشا کنین خدا نگهبان تون باشه روز قیامت ان شاء الله با اون اخنام من خط شما گپ میزنم روز قیامت الله مهربان ما را صبر بده این دشمنایی میکنین این حقارتایی میکنین نه برات مرا موتیواسیون میته میخیزونم ان شاء الله با اون خدا فراموش نکنین خدا نگهبان تون باشه بچه شبرنگی شما وری بری شما در روز خوش خدوانم ماییه وای پروردگار باید صبر تو قل میکنین پروردگار با دردوش باش شکرانه میکنین سنجش الله ای پروردگار لایقم دیده ما شکرانه میکنم پروردگار